سلام بچه عزیز، ایمانی گیم هستم و خوش اومدین به این ویدیو. بچه عزیز ببخشید من تا چند روز ویدیو نگرفتم بچه عزیز. بعد امتحانات ترمم شروع شده، برای همین وقت نمیکنم بهتون ویدیو بگم، ولی امروز یه ویدیو خیلی خفن داریم، پس برو بریم سراغ ویدیو. خب بچه عزیز، من قرار تو این بازی ریدسین 3 تا پارت داشته باشن که معرفی این بخشایی که خیلی هم بچه‌ها بعضی وقتا میخوان تازه بازی نصب کنم نمیدونن. یعنی حتما بعضی وقتا نصب میکنم ولی این بخش رو نمیدونم. خب من قراره برای پارت اول این دو بخش رو بهتون معرفی بکنم که بخش فرمول 1 و بخش هایپرکارهای مسابقه. خب اول با موتور اسپورت شروع میکنیم که بخش ماشینای فرمول 1 و خب ماشین مسابقه و پیست رالی اینا هستش. اول با بخش فرمول 1 شروع میکنیم که این بخش. خب این بخش ماشینای فرمول 1 رو داره بچه عزیز که این بخشا بعضیشون همه بخشای ساده و بعضیشون هم بخشای اصلی هستش که بخشای اصلی اینا با این هستش. اینا بخشای اصلیه که این بخش فرمول 1 های اسپورت رو داره که شما میتونید توی این بخش رو مسابقه بدید. این از این اولین فرمول 1 ردبول اینه که ردبول از همه اینا قوی تره. اینم که فرمول 1 بکنم مکلارن باشه. بله مکلارنه. بله این هم فرمول 1 که بعضی وقتا این مرحله رو انجام میدی. اگه این مرحله انجام بدی، این میگه 3 تا مرحله انجام بدی این مرحله باز میشه، یا 5 تا مرحله، یعنی میگه این انجام بدی این مرحله باز میشه، که اگه اینا رو پشت سر انجام بدی همه باز میشن. حالا شاید میپرسی این بخشا چی میگن؟ اینا بخش اصلی نیستن. چرا؟ اینا هم بخش هستن که اینا رو باید با مگابایت خیلی زیاد باز بکنین، که البته باید دیتاتون روشن باشه. مثلا باید صبر بکنین تا 70 مگابایت مثلا باز بشه، چون بخش فرمول 1 و ماشین زیادی داره، برای همینه که حالا صبر میکنیم تا باز بشه. حالا من یه ویدیو قطع میکنم، هر وقت این باز شد بهتون میگم. خب بچه از بخشا برای ما باز شد بچه از اینا هم بخشای که هنوز باز نشده، من باید بازشون کنم. اما این بخش یه بخش جدید کاملا، یعنی این هم بخشی که ما با ماشین فرمول 1 اینجا مسابقه. البته توی این بخش که با یه ماشین فرمول 1 رو همشون رو باز بکنیم. حالا میریم سراغ این بخش که میگه که اینم یه بخش اصلی فلان. اینا الان بهتون میگم. اینم باید با این مگابایتش باز بکنم که 87 مگابایته. اینم قطع میکنم و باز شد بهتون میگم. خب بچه بالاخره بخش رو باز کردم. اینم بخش مایی که این دوتا فیلم باز نیست. خب بچه عزیز ببینیم داخلش ببینیم چیه. خب این بخش هم بچه مربوط به همون بخشی هستش که شما باید اون ماشینا رو باز بکنید، که البته الان بخش رو بهتون میگم. مربوط به این بخش بچه، این مربوط به این بخشه که شما باید ماشین فرمول رو از اینجا باز کنید. اینم بچه الان این بخش رو بهتون میگم. خب بچه از این بخش رو که من نمیدونم چیه، یه ماشین مرسدس بنز نمیدونم چیه هستش، به نگاه بکنم ببینم چیه هست. نگاه بندازیم. این یه فکر ماشین دیگه است. این روش کلیک کنیم. اینجا ماشیناتون رو انتخاب میکنیم. خب حالا بریم سراغ ماشینا رو ببینیم. این بخش البته بچه اینم ماشینای شما ببینید. ماشین مثلا مکلارن اینجا هستش. بله اینا میشه ماشینا رو ببینید. اینا خود راننده هاشه که شما میتونید بخش رو ببینید. خب حالا اینو از این بخش بریم سراغ بخش دوم. بخش دوم بازی ما که این مرحله هایپرکارها اینا، یعنی راد کلکسیون، بخش ماشینای اسپورت و خفن شده هستش که شما میتونید اینجا ماشینای هایپرکار رو ببینید.
اینا کلی بخش داره، اما آخرین بخش ماشینای اسپورت و هایپرکار همه اینجاه، که حتی بوگاتی، مکلارن، کونیگزگ همه اینجا هستش، مزدای فورای همه اینجا، فراری با پورشه بعضیشون همه اینجا قرار داره. مثلا بخش بوگاتی اینه، این از بوگاتی شیرون اینا که دو مدلش هم اینجاه. البته نمیدونم کدومشون قویه، ولی به هر حال نمیدونم کدومشون قویه. خب اینم یه مکلارن هست که البته نمیدونم اسم مکلارن چیه، به هر حال این مکلارنه شبیه مکلارن هالووین ایناه. اینم رنگ اصلیشه. همه بخش های اینجا بچه ها، هر بخشی که دوست داشتی میتونیم بازی بکنیم بچه ها، هر بخشی. بخش بعدی هم همه اینجوریه. مثلا الان این بخش مثلا ماشین اسپورت شدم اینجا قرار داره، مثلا پورشه جی تی تی آر اس هم اینجا قرار داره، مثلا پورشه توربو همینجا. شما با این استفاده مگابایت، البته اینا مگابایتشون نسبت به فرمول 1 کمه، شما راحت میتونید باز کنید که وارد این بخش میشین. لامبورگینی داریم، پورشه رو داریم با مکلارن که البته به اینا رو باز کنیم. اینه که لامبورگینی، بوگاتی بولاید هم داره، سریعترین ماشین تاریخ، پورشه جی تی تی آر اس هم داره که وارد اینجا میشیم میبینینش که منم بازش کردم، حالا از ارتباط ندادم. کمکشون هم میتونید تنظیم کنیم. بچه علاوه اینا که پورشه جی تی تی آرس اساس سرعت و قدرت اینا نره، ولی جز اسپورترین ماشینای پورشه هستش که به نظرم خیلی هم خفنه و هر رنگی دوست داشتی میتونی براش بزنی. آبی ولی رنگ لاستیکاش فرق میکنه، ولی ببینیم اینجا چه رنگایی داره. حالا همین رنگ رو میزنم، این خوشگلش کرده. حالا من ارتقاشم میدم. خب دیگه چیز خاصی نداره. خب بچه از اینم از این پارت اول. بچه از تو پارت دوم قراره اینا رو بهتون معرفی کنه، این بخشا که چی هستش، و تو پارت های بعدی هم که اینه هیچی نداره، پارت های سوم اینا رو بهتون معرفی میکنه که چی هستن. خیلی ممنون که ویدیو تماشا کردین بچه. لایک و سابسکرایب یادتون نره، حتما ویدیو لایک کنی خوشحالم کردی. خیلی ممنون، خدا یار و نگهدارتون.